سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. با سلام خدمت بینندگان محترم. امروز در خدمت جناب شیخ محمد انور دهواری مدیر کتاب فروشی بلوچستان هستیم. جناب شیخ اول خودتون رو معرفی کنید و بعد بیوگرافی از زندگی خودتون برای بینندگان ما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. من انور دیواری هستم، متولد 1342 در یکی از ایالتهای پاکستان هند متولد شدم. دوران ابتدایی را در آنجا گذراندم و بعد در سال 1972 جنگ میان هند و پاکستان در گرفت. پاکستان شرقی جدا شد، منطقه ما شدیداً بمباران شد. ما چون قومی مردمانی مهاجر بودیم به وطن اصلی خود برگشتیم. در اینجا هم شروع کردم به خواندن زبان فارسی، دروس فارسی. در سال نهم درس خواندم، پس رفتم حوزه، چند سالی آنجا بودم. بعد از آن آمدم کتاب فروشی خالد بن ولید را تأسیس کردم و حدود 40 و خردی سال است این کتاب فروشی پایدار است. از کجا کتاب نوشتن را شروع کردید؟ چون در میان کتاب‌ها زندگی کردم، انگیزه پیدا کردم، چند کتابی نوشتم. بیشتر در کار ترجمه هستم. واژه‌نامه بلوچی فارسی را تالیف کردم. کتاب خدمات کتاب خلافت اسلامی را نوشتم. کتاب تاریخ بلوچستان ترجمه کردم اثر گلان نصیر. تاریخ قوم بلوچ و سرگذشت بلوچستان را هم ترجمه کردم. لغتنامه مرحوم عطاشاد را هم به فارسی برگرداندم و کتاب‌های در مورد زندان‌های مصر، تاریخ سری بازداشتگاه اخوان المسلمین را هم ترجمه کردم اثر احمد رائف. و کتاب‌های دیگه هم دارم که چاپ و منتشر نشدن. یکی پس دیوار زندان اثر شورش کاشمیری در مورد زندان‌های عهد انگلیس و هند و پاکستان را تا حدودی ترجمه کردم و بخشی مانده. کتاب لغتنامه اردو فارسی را با همکاری آقای عبدالله سپاهی دبیر زبان انگلیسی هم داریم تدوین میکنیم. این آثار بسیاری از ضرب المثل‌های بلوچی را هم گرد آوردیم، داستان‌های کوتاه بلوچی، ولی اینا هنوز چاپ نشده است. انشاءالله اگر فرصتی بشه و امکانات مالی در دسترس باشه در آینده چاپ خواهیم کرد. درباره کتابی که در مورد بلوچستان نوشتید میشه کمی توضیح بدید؟ این کتاب ترجمه کردی بله؟ نوشته میر احمد یارخانه، آخرین خان کلات. قبل از اینکه پاکستان تشکیل بشه حاکم و سردار و آخرین پادشاه بلوچا بوده. کشور بلوچستان خودش پرچم داشته، 2 مجلس داشته، مجلس خواص، مجلس عوام. دولت ایران مرزها را با دولت پاکستان بلوچستان مشخص کرده. اون موقع پاکستان نیست که بلوچستان را تجزیه کرد همان زمان؟ آره، قبل از تجزیه بلوچستان بوده، حکومت بلوچستان بوده. چند صد سال قبیله احمدزی آنجا حکومت کردن. این لغتنامه بر اساس خطی که سید هاشمی، ظهورشاه هاشمی کار کردیم. در این لغتنامه حروف عربی نیست، مانند صاد و زاد و ف و قاف و خ و ح و این حروف نداره
و بعد این از منابع مختلف گردآوری شده. بلوچی گالبن مال عبدالرحمن پهوال به 3 زبان نوشته شده. بلوچی، پشتو، دری و انگلیسی. لغاتی که بلوچی بودن ما در آوردیم. بعد یک بلوچی لفظ بلد بوده از جان محمد دشتی، لغات فصیحش در آوردیم. سیدگنج بوده، فرهنگ 8 زبانی تالیف عبدالعزیز مینگل بوده، فرهنگ 7 زبانی تالیف اشفاق احمد و محمد اکرام جغتایی بوده. لغتنامه بلوچی اردو تالیف میر احمد دهانی بوده. بلوچی از نشریات و کتاب‌های بلوچی که مطالعه کردم از اون در آوردم و اینم در حدود 318 صفحه. بعد تحقیق میدانی بوده مانند پرندگانی که از زابل بودن، اسم پرنده‌ها. و استاد اولین کتابی که چاپ کردی چی بود؟ اولین کتاب این نوکین دنیا بوده، نوکین دنیا. اثر مولانا ابوالحسن ندوی، مترجم عبدالواحد قلندرزئی. بعد چند صفحه در مورد زندگی پیامبره. این به زبان فارسی به زبان بلوچی؟ این به زبان بلوچیه، به زبان اردو بوده. 15 صفحه اولی، زیاد نیست. منتها این مترجم گفت من یک کتابی دارم تو چاپخانه چاپش میکنی؟ گفتم بله. من رفتم چاپخانه پنگوئن. در پنگوئن مال کجاست؟ تهران بود. چاپخانه پنگوئن، بارگاه 1405 هجری قمری، تقریبا 40 سال قبل. استاد در مورد زبان بلوچی کار کردی؟ رئیس چاپخانه، مدیر چاپخانه از من پرسید که نوکین دنیا یعنی چی؟ گفتم که دنیای نو. گفت یه سفینه بکشن. منم که متنش نخوانده بودم گفتم ها سفینه خوبه، بعد نامش میخوره. بعد که آمدم یکی از دوستان مطالعه کرد، گفت چیکار کردی؟ گفتم چطور مگر؟ گفت متن کتاب در مورد زندگی پیامبره. سفینه چه ربطی داره با زندگی پیامبر؟ گفتم بی تجربگیه. آره. بعد این لغتنامه هم مال مرحوم عطاشاد این زبان اردو بوده. عطاشاد یکی از نویسندگان و شعرای به نام بلوچستان شرقی بوده. ما همت کردیم و این رو به فارسی لغاتش در آوردیم، ترجمه کردیم و چاپ کردیم. استاد شما تا حالا با استادان زبان بلوچی چون استاد یعقوب دورازهی، عابد اسکانی و استاد قوس بهار ارتباط داشتی؟ بله. استاد دکتر مولا یعقوب دورازی استاد من بوده. وقتی که این نوکین دنیا را چاپ کردم لازش رفتم، گفت این چی چیزیه؟ چی زبانی نوشتی؟ گفتم زبان بلوچی نوشته شده. گفت این بلوچی درست نیست. گفتم شما که بلدید ما را یاد نمیدید. گفت چرا علاقه داری یاد بگیری؟ گفتم بله. گفت کی میایی؟ گفتم بعد از غروب. همیشه بعد از غروبا نزدش رفتم، بسیاری چیزا یاد گرفتم. رسم الخط سید هاشمی اون به من یاد داد. عابد اسکانی را هم که او به من گفت تو کراچی یک کسی هست اسمش عابد اسکانیه، همون 40 سال پیش من رفتم. استاد دورازی معرفی کرد به شما؟ من رفتم همونجا، یک کتابی هم از سید هاشمی ازش گرفتم، بلوچی زبان ادب کی تاریخ، اثر سید ظهورشاه هاشمی. قوس بهار هم که زیاد اینجا بوده، اصلا من بردم در شهر سراون زندگی میکرده؟ 3 سال نزد من بود. بله. امکانات دادم بهش، جا دادم بهش، کتابخانه خودم را در اختیارش گذاشتم. استاد قوس بهار بعداً سرطان پانکراس گرفت. با مشوره من به بلوچستان به زادگاه خودش برگشت و همونجا فوت شد. استاد در طول سالیان دراز که کتاب فروشی داشتید
در 4 دهه فعالیت غیر از کتاب‌هایی که خودتون نوشتید و چاپ کردید، کتاب‌های دیگری هم چاپ کردید حالا؟ کتابای زیاد چاپ از کردیم. یک چه کتاب کسانی چاپ کردید کتاب‌ها؟ همون سالهای اول محمد علی حجت الاسلام محمد علی عابدی یه نامه‌ای نوشت به ما، اگر شما کتاب امریکا التي رأیت، امریکایی که من دیدم، اثر شهید سید قطب را داری بفرست برای من، ترجمهش میکنم و چاپ میکنم. آن زمان کسی با کتاب آشنا نبود و کتاب فروشی هم تشار ما نبود. من یه نامه به دانشگاه مدینه نوشتم به یکی از دانشجوهای آنجا سراوانی که آنجا درس میخوان. بعد اون یک کتابی آورد، امریکا از دیدگاه سید قطب. در اصل این کتاب که سید نوشته، هنگامی که سید در دستگیر میکنن برادرش محمد قطب اون یادداشته ها را یا اون ترجمه را آتش میزنه میسوزنه و این کتاب را محمد علی خالدی از لابلای اوراق روزنامه در آورده و چاپ کرده. این نسخه به دست ما افتاد، من فرستادم پیش استادم مصطفی اربابی. حاجی آقا اربابی در تربه زندگی میکنه، از علمای بزرگ خراسان زمین، خطیب نامدار، نویسنده، مترجم، دهها کتاب ترجمه کرده به ما داده، من کتاباش چاپ کردم. یک کتابی از ایشان به نام چرا اعدامم کردن، هم مترجم مصطفی اربابی و پرونده بازجویی شهید سید قطب. و کتابی دیگر هم نگرشی بر ثروت و حکومت در اسلام، ترجمه حاجی آقا اربابی، نویسنده کتاب شهید عبدالقادر عوده، هنوز چاپ نشده، حروف چینی شده، نزد ما هست. کتابای زیادی چاپ کردیم. اخوان المسلمین در پشتکارگاه ناصر، این کتاب جابر رزق یکی از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین مصر نوشته و حاجی آقا اربابی ترجمه کرده بود. این هم چون مجوز اون زمان به ما نمیدادن، به یه ناشر دیگه دادیم چاپش کرد. زندگی نام شهید حسن البنا را هم به توسط نشریه النظیر سوریه چاپ شده بود، به چاپ رساندم. کتابای گوناگونی چاپ کردیم، حالا اسمشون همه را یاد ندارم. استاد، برای حمایت از نویسندگان و مترجمان بلوچ چه کارهایی را تا حالا انجام دادید؟ کتاباشون چاپ کردیم. حمایت به نظر من بی خودشون پولش دادند، ولی با همکاری انتشارات کتاب بلوچ راهنماییشون کردیم. مراحل چاپشون مثلا اول تایپ بکنن، صفحه بندی بکنن، بعد بدن به ناشر انتشارات کتاب بلوچ که فهرست نویسی میکنه، شابک میگیره و مجوز میگیره. مشاوره رایگان دادیم بهشون. این کتاب دردانگی بلوک انتشارات کتاب بلوچ چاپ کرده. وطن بچه‌انی ارواحن، شاعر سلیم نازه. اسم فارسی کتاب رو میگی برای بینندگان ما؟ عنوانش همینه دیگه. بلوک یعنی چی؟ بلوک یعنی مادر بزرگ. مادر بزرگ نازنین، یعنی وطن بچه‌انی ارواحن سرزمین، آرزوهای کودکان فرزندانش است. اشعار فارسی بلوچی، دیم پر روشنایی، مال مینا دیواری محمدیه. کتاب زیادی هست، حدود 100 خورده کتاب انتشارات کتاب بلوچ چاپ کرده. مال منطقه آزاد چابهار یک کتابی بود، مال سازمان برنامه بودجه رازنامه سالیانش چاپ کرده. ما اینجا با همکاری انتشارات کتاب بلوچ هم همکاری دارم، مشغولیم فعلا. استاد، در مورد فرهنگ و لغت اردو به فارسی میشه کمی توضیح بدید برای بینندگان ما؟ فرهنگ و لغت اردو فارسی چند سالی روش کار میکنم، در حال حروف بندی و ایناش هستیم.
زبان اردو خراب شده. زبانی که ما در قدیم میخواندیم زبان اکثر لغاتش فارسی عربی بودن، حالا واژه‌ای آمده انگلیسی، ولی با همکاری آقای سپاهی داریم سر و سامانی بهش میدیم. بسیاری از لغاتی که ما تو این فرهنگ آوردیم در هیچ فرهنگی نیستن. نامه‌ها و اصطلاحات نظامی و درجه‌های نظامی که در زبان اردو هستن، مال ارتش، مال پلیس، مال نیرو دریایی، اینا را برگرداندیم. منظورتون اینه که خودتون کتاب‌های اردو رو نگاه کردید و این لغت‌های جدیدی در زبان بلوچی آوردید؟ مطالعاتی که داشتیم از تفاسیر قرآن، مثل تفسیر فی ظلال القرآن اثر سید قطب 8 جلد مطالعه کردم، مثل تفهیم القرآن اثر مولانا ابوالعلا مودودی و دیگر کتاب‌های اردویی که در طول زندگی مطالعه کردم. لغاتی که معنیش دشوار بوده برام، گشتم این طرف اون طرف در فرهنگ لغت‌ها پیدا کردم و در این چی آوردم، لغتنامه فارسی. و انشالله یک چیزی وزینی خواهد شد، مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت. جناب آقای دهواری، چه توصیه‌ای به بینندگان ما دارید که در میان هیاهوی شبکه‌های اجتماعی برای کتابخوانی وقت بگذرانند؟ هیچ قوم و ملتی بدون کتاب به جایی نرسیده، رشد نکرده. و توصیه ما همین است، باید کتاب خواند. دکتر مرحوم علی شریعتی به فرزندش توصیه میکنه اگر میخوایی اسیر هیچ دیکتاتوری نشوی، بخوان و بخوان و بخوان. تنها راه نجات مردم ما همین خواندن است. باید بخوانند. در خواندن انسان هم سفر میشه با تاریخ، با جنگجویانی که از قبل بودند در زمانهای گذشته. سیر و سیاحت خواهد کرد در ممالک دور دراز. کسانی که رفتند، اطلاعاتی که جمع کردند، تماما در همین کتاب ها هستند. و امروز کتاب های مختلف هست، پزشکی هست، فرهنگ لغت هست، ورزشی هست، تاریخی هست، جغرافی هست، دیگه روانشناسی عمومی هست، همه نکته هست. با تشکر از استاد گرامی جناب آقای محمد انور دهواری که در این مصاحبه با ما همکاری نمودند. ما تشکر میکنیم از شما که وقت و فرصتی به ما دادید، مطالبی گفتیم.